دیوید رابرت جوزف بکام در دوم ماه می 1975 در لندن به دنیا آمد. او از همان کودکی عاشق فوتبال بود و همیشه رویای بازی برای منچستر یونایتد را در سر داشت. عشق به فوتبال در خانواده‌اش هم جریان داشت. پدرش از هواداران پر و پا قرص یونایتد بود و همین باعث شد دیوید از سنین پایین فوتبال را به صورت حرفه‌ای دنبال کند. بکام در سال 1991 به آکادمی جوانان منچستر یونایتد پیوست و به سرعت استعدادش را نشان داد. در سال 1992 بخشی از نسل طلایی یونایتد شد که همراه با بازیکنانی چون پول اسکولز، رایان گیگز و گری نویل فوتبال انگلیس را متحول کردند. او اولین بازی رسمیش را برای تیم اصلی در سال 1992 انجام داد و از اواسط دهه 90 تبدیل به یکی از مهره‌های کلیدی تیم شد. در طول دوران حضورش در منچستر یونایتد، بکام با این تیم به افتخارات زیادی رسید. مهمترین آنها قهرمانی سه‌گانه در فصل 1998-1999 بود. لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا. ضربات ایستگاهی دقیق، سانترهای بی‌نظیر و اخلاق حرفه‌ای بکام او را به یکی از محبوب‌ترین فوتبالیست‌های جهان تبدیل کرد. در سال 2003 پس از درگیری‌هایی با سر الکس فرگوسن، بکام به رئال مادرید پیوست و به بخشی از تیم کهکشانی‌ها تبدیل شد. تیمی که پر از ستاره‌هایی مثل زین‌الدین زیدان، رونالدو و فیگو بود. بکام تا سال 2007 در رئال بازی کرد و سپس تصمیمی جسورانه گرفت: پیوستن به لس آنجلس گالاکسی در آمریکا. او نقش مهمی در محبوبیت فوتبال در ایالات متحده داشت و نشان داد که فراتر از یک فوتبالیست، بلکه یک چهره جهانی است. در کنار باشگاه‌ها، بکام یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تاریخ تیم ملی انگلستان هم بود. او در سال 1996 اولین بازی ملیش را انجام داد و تا سالها کاپیتان تیم هم بود. گل معروفش از فاصله 30 متری به یونان در سال 2001 که باعث صعود انگلیس به جام جهانی 2002 شد، هنوز در ذهن هواداران مانده است. او در مجموع 115 بازی ملی انجام داد و 17 گل به ثمر رساند. پس از مدتی کوتاه در میلان و پاریس سن ژرمن، بکام در سال 2013 اعلام بازنشستگی کرد. او در سن 38 سالگی کفش‌هایش را آویخت، اما میراثی ماندگار از خود به جا گذاشت، هم در داخل زمین و هم بیرون از آن. پس از بازنشستگی وارد عرصه‌های تجاری، خیریه و همچنین مالکیت باشگاه فوتبال اینتر میامی در آمریکا شد. دیوید بکام نه فقط به عنوان یک فوتبالیست بزرگ، بلکه به عنوان یک نماد فرهنگی، الگویی برای نسلی از ورزشکاران باقی مانده است.